رضا، تو این مکان مقدس قسم میخورم که تا زنده هستم به هیچ مردی جز تو دل نبندم. منیر، منم به همین شاه چراغ قسم میخورم تا زنده تا اولین و آخرین عشق من باشی. رضا دوست دارم، فقط مرگ میتونه ما رو از هم جدا کنه. تو بمیری من نمیذارم این عشق انجام بگیره. از قدیم گفتن دیگی که سرمان نمیجوشه بذار سر سگ بجوشه. مثلا میخوای چیکار کنیم؟ میفرستمش جایی که عرب نی انداخت. فهمیدی؟ آخه چجوری چاکرتم چجوری؟ فعلا لب بدوز و بچسب کارت. میدونم چجوری دومشو قیچی کنم. آدم صبح که از خونه بیرون میره میگه به امید خدا، بقیهش دیگه با خودشه. حالا دیگه بخند حتما دیشب زیادی خوردی خواب دیدی. حالا اگه بفهمی کجا میخوام برم بهتر میخندی. کجا میری؟ ببین بهترین دوستم اکبر امروز از خارج میاد. حسن مورچه مورچه فراد بگوشم. چی کار میکنی؟ کار میکنی یا میرقصی؟ هردش چنه برای چربت آبلیمو آوردم. به قربونت دختر خوشگل برم. الهی نمیری تا خودم بکشمت. بده من که جیگرم از عشقت حلال شد. مورچه فدا به سلامتی کوبیجینه خودم. بازم شروع کردی؟ مگه قرار نبود که دیگه بهم نگی کبرا؟ دیدی؟ زود باش بیا، میخوای بریم. بیا تو چشم اومدم. کابی ببخش این خوش. کجا؟ خواستگاری؟
مثلا من الان دل تو دلم نیست که زودتر عزیز دلمو ببینم. نفهمیدم. مگه عزیز دلم؟ بله. اون پسر رفیقمه، اون یه مرده. به جون خودش اگه قلبمو 100 تیکه کنن 99 تاش مال اکبره. پس شما چند تیکه قلب کم میارین چون چند تاش مال ما توسته. فقط حواستو خوب جمع کن. اکبر آقا یعنی چشم ما. خوب گوشاتونو باز کنیم ببینید چی میگم. بقیه 20,000 تومن و بعد از اینکه رضا رو نفره کردیم بهتون میدم. خاطر باشی. فقط اگه گیر افتادین دهنتونو باز نکنین ها، والا با من طرفی. و شما بچگیتون هم زبل بوده نه؟ آره یادم میاد یه روز تو الکترک با هم دعوامون شد. اون وقت تو هم آوارزه رو گرفتی ده بزن. آره ده بزن که چه عرض کنم. خب بله. بعدش دیگه نمیدونم چطور شد. بعدش هم خب دیگه معلومه دیگه. خانم والده آقرزه اومد و اکبر آقا رو گرفت چون مالوند و چلوند و تابوندش نه؟ نه پسر چی دلش میومد که رضا کتک بخوره وقتی مادرش اومد. اکبر با همون دردی که میکشید گفت مادر چیزی نشده. خوردم زمین. به جون خودش از خجالت آب شدم. از اون روز دیگه با هم دعوا نکردیم. اصلا اگه الان ببینمش نمیدونم چی کار بکنم. بعد این همه مدت یه دوست، یه رفیق، یه برادر دیگه چه عرض کنم خواهش میکنم. البته از پدر سوا و از مادر جدا. نه به علی قسم مادرش منو عین رضا دوست داره. خیلی خب بچه ها اومدن خیلی مواظب باشین. کاراتو بار فلش میکنم. های رفیقه شایدی ولش کن استاد صبر اومد. هر وقت ما اومدیم یه کاری بکنیم صبر اومده. آقایون ببخشید که زنده اینه. ببخشید نه ما زنده. بله. اگه اجازه بدین من اوضاع همین الان بریم خودکشی میکنیم. چرا معطلی؟ ببینم مثل اینکه شما اومدی آرتیست بازی. آره لابد آرتیست اولش هم تویی. نه جونم کار خوندی. من میگم اصلا بود. چرا با هم دیگه دعوا میکنیم؟ این کیه دیگه؟ بیا نشون میدم که با کی طرفی. رضا اکبر این نوترتا. پروردگار رضاییم به رضای تو. تمام بندگان تو در پناه خودت حفظ کن. از صدقه سر دیگرون رضای منم در پناه خودت بگیر و همیشه دلشو خوش کن. مادر مجده بده. خوش خبر باشی. چشم و دلت روشن. داشت اکبرم از سفر اومده. خدا رو شکر. حالش چطوری؟ حالا دیگه باید واسه خودش مردی شده باشه. خیلی دلم میخواد ببینم. دل به دل راه داره مادر. اونم خیلی مشتاقه که شما رو زیارت کنه. مادر نمیدونی توی چند سالی که ازم دور بوده ها چه صلابتی پیدا کرده. وقتی دیدمش انگار استاد یالو دیدم. کاکا هم باهاش اومده. نمیدونی چه قیافه‌ای به هم زده. آدم دلوده بر میشه. اون از بچگی هم با نمک بود. اما اکبر یه تیکه جواهره. دلم واسه دیدنش پر میکشه. باور کن اگه حسودیت نشه به اندازه تو دوستش دارم. این حرفا چیه مادر؟ من کیف میکنم. آخه من به جز تو و اکبر و منیر تو این دنیا کسی رو ندارم. وقتی تو اونا رو دوست داری یعنی منو دوست داری دیگه. نوکرتم. راستی مادر بگو ببین حضورتون که خدمت اکبر آقای خودم ایشون خانم شما بفرمایید. من خودم میام ماشینتون رو راه. متشکرم. میتیان اکبر آقا اگه من اینجا نباشم تمام مشتری ناراحت. خیلی خب بس دیگه. خیلی خب بس که بس به من که باور کن هیچ کی ماشین نمیاره اینجا. چه عجبی طرفا رضا چطوره؟ خوبن سلام رسوندن و گفتن که امشب خوش داریم با هم دیگه باشیم. قربون صفاش برم. عین بچگی همش میخواد با هم باشه. با هم باشیم. بله با هم باشیم. حالا باید کجا بریم؟ به نظر من بریم شمال از همینجا. آقا اینقدر قدقات نکن
بده حرفمون رو بزنیم. فرمودن که به اتفاق بنده بریم کافه. آخه اونجا هم میل داره و هم واسه مطریبش با من رضا مادر ترسیدم. چی داره میگه مادر؟ من اینجام. اینم دست خدا مرگم بده. این چیه؟ ننه نامحرم نباشی. منم مادر پسره نوکرتم. سلام. الهی که قربونت برم. کجا بودیم ما؟ دیدی مادر بالاخره پیداش کردم. ما داشت ندیدیم اینقدر سایه سنگی باشه. خوشبانه اون وقتی که کوچولو بودیم نامصب اینه ها قرقی میپره رو دوش ما. چقدر چی بگم؟ سقفاشو گرفتم. خدا مادرت رحم خواهرم. خدا رو شکر که بازم با هم هستی. خب ببینم مسافرت بهت خوش گذشت مادر؟ آره جات خالی. برو مادر برو مادر. من به تفت سوخته نوکر سلام سلام و سیاست بیمار زندارم. سلام. تو چرا اینطوری شدی؟ سلام بیننی. خیلی خب بسه دیگه. مادر به جان تو اون کاری کرد که نباید کرد این مرگ تو. حالا این ایتالیایی یه کارت باز عصبانی چنان میزنه درب و داغونش میکنه که بریم تو اتاق. بله مادر. چادر سر کردی کجا میخوای بری؟ میخوام برم شاچراغ مادر. قبول باشه. دلم میخواست منم باهات بیام اما میترسم بابات سر برسه و خونه نباشه. ببینم بابام کی قراره بیاد؟ قراره امروز برسه. آها خیلی خوب من میرم مادرشون. اگه اومد بهش بگو رفته نذرش رو ادا کنه. باشه به سلامت. خدا خیلی مواظب خودت باش. چشم مادر. راستی چه سر پرشوری داره. وقتی عشق به سراغ آدم میاد دیگه سر از پا نمیشناسه. الهی که سفید بخت بشی مادر.
یا شاه چرا این شمع رو روشن میکنم برای سلامتی رضای خودم که در کنار حرم مقدس تو قسم خوردیم به هم دیگه وفادار باشیم. یا شاه چرا یا شاه چراغ منو ببخش خدایا شیطون رو از جسم و روح من تو از جسم و روح من دور کن. یا دختر کی بود که روح و قلب منو تکون داد؟ یا شاه چراغ من اونو از تو میخوام از تو میخوام از تو. قربون دستت یه خورده تون ببخشید خانم فرمایشو داری؟ ببخشید من مد میخوام. وا یک کاره. سلام. سلام نصرت قبول باشه. حرم بودی؟ آره. به به خوشگل شدی خوشبو شدی. به چشم تو؟ به چشم همه. دوست دارم یه موتو با تمام دنیا عوض نمی کنم. بعد از خدا همه کس من تویی. رضاییم به رضای خدا. خب بریم دیگه حسن مرچه منتظرمه. بریم. سلام علیکم چکرم نوکرم قربون شما جوان آقا ابراهیم عشقه بفرما حسن مرچه سلام علیکم سلام با کی تعارفتی که دارم تمرین اتیکت میکنم الکی بین اون سلام میکنم سلام مالی خانم بفرمایید بالا بفرمایید مرسی بفرمایید بالا خانم هم رانندم هم حسن نوازنده مرچه بین چه ببینم جونم بفدا جلدی بپر منیر خانمو برسون خونه من میرم تعمیرگاه یه سری به اکبر آقا بزنم چشم چیه؟ آقا رضا میبخشیم فضولی میکنم و خبریه آره شکمت صابون بزن امرو نهار خونه مایی جونم اوستاد دوست دارم رضا خیلی دوست دارم منم دوست دارم خدا قربونت برم حسن آقا مورچه فدا به گوشم من هیچ عجله‌ای ندارم یه خورده یواشتر برو رو چشم مانی خانم راستی مانی خانم دیوترمه که ادا در نمیاره نه فعلا که سالمه متاسفانه چشم آب نمیخوره فردا باید بیام از قد و قوارش یه بازدید کلی بکنم ببینم از دیوترم یا از کبرا قربون آدم چیز فهم از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون نیل دست تو کربازه بگیریم آمدی صفای قدمت اللهم صل علی محمد آل محمد بابا دست خوش کن حواست کجاست رفیق نمیره تو سنگ گمت کردم کجای سن رفته بودی قایم شده بودی منم گمش کردم تو کیو گم کردی؟ همونی که هستیم و با خودش میخواستی بگیش بهش دست پاسبان دیگه شوخی رو بذار کنار شوخی کاکو وقتی تو شاه چراغ دیدمش واسه نمیدونم همینقدر میدونم که قلبم داره از زدن وای نیست جلل خالق به همین زودی در پا میشه وامیستی والا خودم هم نمیدونم چی شد تا چشم تو چشش افتاد مثل اینکه تموم تنم الان تو رو دید یا ندید نمیدونم کمش نمیدونی من تو خودم بودم مثل اینکه جادو شده بودم دم کفشداری گمش کردم برو بابا حتما غذا زیاد خورده بودی خواب خیالای بد دیدی نه کاکو خواب و خیال نبود حقیقت داشت خب حالا میخوای چیکار بکنی
نمیدونم باز پیداش کنم. از می‌نمونم. کاکو مثل که دیوونه شدم من. دیوونه؟ والا چه از کنم؟ من که دارم به عقل تو اصلا مشکوک میکنم جان تو. آخه مگه میشه تو این دور زمونه با یه نگاه عاشق شد زیاد هم دیوونه شد؟ حالا که شدم باور کن تا پیداش نکنم به جون تو آروم این نمیشه. جمعیت چجوری میخوای پیداش کنی؟ پیداش میکنم. تو برو لباس تو بپوش چشم بیافت. رفتم. ولی کاکو لفتش قشنگ بود.